امروز می‌خوایم با انواع سبک معماری آشنا بشیم و در نهایت 2 تا از اونها رو به صورت تخصصی بررسی کنیم. سبک معماری کلاسیک. سبک کلاسیک یک اصطلاح کلی برای سبک‌های ساختمانی است که از روم باستان و یونان سرچشمه می‌گیرد. سبک به قدری موفق و محبوب بوده است که بر تمامی سبک‌های معماری پس از خود از جمله نئوکلاسیک و احیای یونان تأثیر گذاشته است. امروز معروف‌ترین ساختمان‌های جهان نیز بر اساس سبک کلاسیک ساخته می‌شوند. این سبک بر تقارن و تناسر صحیح عناصر، ستون‌های با جزئیات دوریک، یونی و کورنتی، استفاده از مصالح مرمر، آجر و سیمان تمرکز دارد. نقش‌های سبک معماری کلاسیک بر تزئینات و کنده‌کاری‌های مختلف تاکید دارد. سبک معماری صنعتی. سبک معماری صنعتی سبکی از ساخت و ساز ساختمان‌ها است که به منظور تسهیل در رفع نیازهای صنایع رایج شد و شامل طیفی از انواع مختلف ساختمان‌ها و سبک‌هایی است که طراحی و کاربردی را با هم ترکیب می‌کنند. امروز سبک معماری صنعتی به سبکی اطلاق می‌شود که در واکنش به استفاده گسترده از مصالح جدید مانند فلز و سیمان و همچنین روش‌های تولید انبوه در اواخر قرن 19 ایجاد شد. در سبک صنعتی کف ساختمان بسیار بزرگ و فضاباز، ارتفاع سقف‌ها بلند، از مصالح مانند سیمان و آجر و فلز استفاده می‌شد. در این سبک جزئیات و تزئینات خاصی وجود ندارد و تمامی مصالح، لوله‌کشی و داکت‌ها مشخص است. سبک بعدی سبک معماری باهائوس. این سبک در اوایل قرن 20 با ترکیب هنرهای زیبا، صنایع دستی، طراحی، معماری و تکنولوژی شکل گرفت. در این سبک معمولا دکوراسیون نقش مهمی نداره و تمرکز بر روی سادگی، کاربردی بودن و منطقه. اشکال هندسی رایج در سبک معماری باهائوس مثلث، مربع و دایره است. عدم تقارن، استفاده از مصالح مدرن مانند فولاد، شیشه و سیمان رایجه. سقف‌های مسطح، دیوارهای پرده شیشه‌ای، نماهای صاف بدون کنده‌کاری از دیگر ویژگی‌های سبک باهائوس است. سبک معماری ویکتوریایی. این سبک معماری مربوط به سبک‌هایی است که در زمان سلطنت ملکه ویکتوریا بین سال‌های 1837 تا 1901 استفاده می‌شد. این سبک ابتدا در انگلستان شروع شد و بعداً به آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزلند منتقل شد. سبک معماری ویکتوریایی را میتونیم از تزئینات نما و دکوراسیون داخلی فراوان، سقف‌های شیب‌دار دو طرفه، آجرهای ساده یا رنگی، شیروانی‌های تزئین یا رنگی، پنجره‌های کشویی، برج‌های گرد یا هجدلی و ایوان‌های تمام قد تشخیص بدیم. 2 سبک دیگه معماری که ما می‌خوایم بهشون بپردازیم سبک معماری مدرن و پست مدرنه که این ویدیو اختصاص داره به معماری مدرن. معماری مدرن یکی از تاثیرگذارترین سبک‌های جهانه و از ابتدا دارای ارزش‌ها و اهدافی بوده است. این سبک از ابتدا به عقل‌گرایی و فلسفه و همچنین تکنولوژی اهمیتی بسیاری میداد. در زمان شروع سبک مدرن، استفاده از تکنولوژی‌ها به ویژه سازه‌های فلزی در ساخت و ساز شروع شد و این امر سرعت ساخت و ساز را افزایش داد. پس از وقوع جنگ جهانی و نیاز کشورهای درگیر به این سبک ساختمانی اهمیت و محبوبیت بیشتری پیدا کرد. میس ون در روحه و لو کوربوزیه را میتوان از معروفترین و برجسته‌ترین معماران سبک مدرن عالی دانست. کم کم توجه به طبیعت و استفاده از یک سری عناصر مجسمه سازی در آثار رایت و همچنین لو کوربوزیه دیده شد که سبک معماری را از سادگی خود خارج کرد. از معماری مدرن میتوان به عنوان یکی از زیباترین سبک‌های تاریخ معماری یاد کرد، زیرا در این سبک معمار هنگام طراحی از خلاقیت و ابتکار خود کمک گرفته و با تصور شهری ایدئال سعی در تغییر و بهبود شرایط زندگی مردم دارد. اگرچه دنیای معماری مدرن تغییرات زیادی کرده است، اما فلسفه مدرنیسم همچنان به عنوان موضوع غالب در بحث‌های معماری تلقی می‌شود. در سال 2019 صدمین سالگرد ساختمان مدرسه باهائوس که سرآغاز معماری مدرن نامیده شد جشن گرفته شد. ویژگی‌های سبک معماری مدرن: هنری اصیل است و بر اندیشه‌های فلسفی استوار گشته است. این سبک از معماری تلاش دارد که طراحی بنا را با ویژگی‌های بومی و محلی گره بزند. شکل‌های هندسی مثل مکعب، هرم، استوانه را با رنگ و نورهای متضاد ترکیب می‌کند. استفاده از فرم‌های ارگانیک قابل درک و قابل شناخت. استفاده از خطوط منحنی و بدون زاویه. توجه به جزئیات زیبا و رنگ‌های روشن و شاد. سعی بر بازگشت به گذشته و حتی فرار از آینده و حال. مشکلات سبک معماری مدرن. یکی از مشکلات اصلی سبک معماری مدرن عدم تمرکز بر انعطاف کافی یا اشکال عملکردی متفاوت در ساختمان‌های ساخته شده است. در معماری سبک مدرن طرح‌ها و ایده‌ها با محیط اطراف و عوامل انسانی سازگاری ندارند.
همین موضوع باعث شده که برخی از ساختمان‌های الهام گرفته از این سبک معماری متفاوت به نظر برسند. از نظر منتقدان این سبک معماری زیبایی شناسی به اندازه سایر ویژگی‌های ساختمان اهمیت دارد. همچنین اصرار بر طرح‌های این سبک تا حد قابل توجهی از خلاقیت می‌کاهد. معایب سبک معماری مدرن باعث شده است که بسیاری از معماران این سبک احساس ناامیدی کرده و از معماری پست مدرن استفاده کنند. در ادامه به بررسی چند تا از سبک‌های معماری مدرن می‌پردازیم و یکی از اونها رو به صورت تخصصی با هم دیگه بررسی می‌کنیم. سبک‌های ابتدای قرن بیستم: شماره 1 باوهاوس، شماره 2 د استایل، شماره 3 اکسپرسیونیسم و شماره 4 فانکشنالیسم. معماری فانکشنال یک نظریه است که میگوید ساختمان‌ها باید بر اساس عملکردشان طراحی شوند. در اوایل دهه 1900 فانکشنال به عنوان یک نیاز برای طراحی ساختمان بهتر برای مردم از نظر عملکردگرایی یک فضا ظاهر شد. این نظریه ایده طراحی عناصر تزئینی و زینتی را به عنوان شکلی از بیان هنری معمار به شدت نادیده گرفت. بسیاری از معماران آن زمان اظهار داشتند که هر تزئینی باید فقط اجزای اساسی یک ساختمان باشد و عمل کرد بر تزئینات ظاهری در معماری فانکشنال ارجحیت قطعی یافت. دیدگاه‌های معماری فانکشنال: در وهله مقدماتی که با رویکرد نخست مطرح می‌شود، این بحث پیش کشیده می‌شود که اگر یک بنا پاسخگوی احتیاجات و نیازهای ساختاری ساکنان باشد، آنگاه وجه هنری آن نیز خود به خود متجلی خواهد شد. معماری فانکشنال مقدماتی و متأخر: در کارکردگرای مقدماتی، معماری در ردیف هنرهای کاربردی قرار گرفته و معماران از بناهای متعلق به سنت بومی نظیر کاروانسراها و خانه‌های روستایی الهام می‌گرفتند. اما در کارکردگرای متأخر، معماری یک علم دانسته شده و معماران از آثار مهندسان نظیر پل‌ها و کارخانه‌ها ایده می‌گیرند. با این حال، در هر دو رویکرد به ساختارهای کاربردی نظر داده شد و در هر دو می‌توان غیاب آرایه‌پردازی‌های غیرضروری را مشاهده کرد. تاریخچه معماری فانکشنال: با این حال تاریخچه معماری فانکشنال به قرن یک قبل از میلاد برمی‌گردد. معمار رومی ویتوریوس این نظریه را مورد بررسی قرار داد که بناها باید سه جنبه را برآورده کنند: سودمندی، ثبات و زیبایی. در دهه 1900 معماران شروع به دلالت بر هر یک از جنبه‌ها کردند و مورد بررسی و اجرا قرار گرفت و به مراتب نظریه معماری فانکشنال با گذشت زمان اصلاح شد. شروع معماری فانکشنال: در سال 1896 لوئیس سالیوان، معمار سرشناس شیکاگویی عبارت فرم از عملکرد پیروی می‌کند را بیان کرد. این ایده دهه‌ها بعد در آثار معماری و طراحی در قالب سبک کارکردگرایی ظهور پیدا کرد. در حد فاصل دو جنگ جهانی، به ویژه سالهای پایانی دهه 30 قرن بیستم میلادی یعنی 1927 به بعد، بحران شدید بورس جهانی باعث شد تا معماران در مواد اولیه ساختمان‌ها مانند بتن و آجر و باقی مواد لازم صرفه‌جویی لازم را به عمل آورند. این موضوع یکی از دلایل ظهور علنی سبک کارکردگرایی در معماری بود، سبکی که از ظواهر چشم‌پوشی می‌کند و بیشتر به کارایی اهمیت می‌دهد. این سبک 2 دهه بعدتر در طراحی محصول به مبلمان نیز تجلی یافت. دیتر رامس به عنوان یکی از مطرح‌ترین طراحی صنعتی سبک کارکردگرایی شناخته می‌شود. در ادامه با ویژگی‌های این سبک آشنا می‌شویم. جغرافیای معماری فانکشنال: در اسکاندیناوی، معماران مدرن طرح‌ها و ایده‌های خود را درباره معماری فانکشنال جمع‌آوری و تدوین کردند. از این جهت اسم گروه کارکردگرایی به کشورهای این منطقه گره خورده است. چکسلواکی نیز از خاستگاه‌های سبک معماری فانکشنال به شمار می‌رود. نمونه‌های معماری زیادی در این کشور به چشم می‌خورد، همچون ویلای توگنداو در برنو که میس ون در روح آن را در سال 1928 طراحی کرد. همچنین ویلای مولر در پراگ که اثر آدولف لوس است در سال 1930 طراحی شده. ساختمان‌های آپارتمانی، بلوک‌های اداری، فروشگاه و فضاهای داخلی زیادی در چکسلواکی ساخته شدند که از منابع مهم سبک معماری فانکشنال هستند. در ادامه کلیپ به 2 تا از نمونه‌های فانکشنالیسم می‌پردازیم که یکی از آنها ساختمان ونرایت نمونه بارز معماری فانکشناله.
اصل تبعیت فرم از کارکرد معماری فانکشنال نیز نخستین بار در سال 1896 توسط سالیوان در مقاله‌ای با عنوان بررسی هنری یک ساختمان اداری بلند معرفی گردید. ساختمان وینرایت به این ایده اشاره دارد که طراحی بیرونی یک ساختمان بلند باید عملکردهای فضاهای داخلی را منعکس کند. در اواخر قرن 19 زمانی که فناوری و اقتصاد با سرعت زیادی در حال تغییر بود و نیاز به ایجاد یک سبک جدید بود، سالیوان این ایده را مطرح کرد که عملکردهای داخل ساختمان‌ها باید شکل بیرونی را شکل دهند. بنابراین در این ساختمان‌های اداری، وی با طراحی هر فضا، هر ستون و هر اینچ ارتفاع از آن بر عمودی بودن ساختار تاکید دارد تا مفهوم آن را به بهترین نحو ممکن نشان بدهد. الگوهای ارگانیک روی نما نشان دهنده احترام عمیق او به اشکال ارگانیک در طبیعت است. او معتقد بود که این اشکال بیانگر زندگی درونی است و قانون طبیعت است و باید در معماری رعایت شود. نمونه بعدی معماری فانکشنالیسم ما که توسط لوکوربوزیه طراحی شده ویلا ساوا نام دارد. این ویلا نمایانگر ساختاری شبیه ماشین بود تا نوآوری تکنولوژی معماری آن زمان را تصدیق کند. خطوط تمیز و مینیمالیسم به جای تزیین و توجه به ظواهر با توجه به معماری فانکشنال در آن طراحی شده است. هر قسمت از ساختمان فقط برای نیازها طراحی شده است، زیرا لوکوربوزیه ایده شکل به دنبال عملکرد را دنبال می‌کند. او همچنین استراتژی‌های خود را در زمینه معماری فانکشنال به کار برد که نشان دهنده گفته‌های او خانه یک ماشین برای زندگی است میباشد. در قسمت بعدی این کلیپ ما به معماری پست مدرن میپردازیم و نمونه‌هایی از معماری آن زمان رو با هم مشاهده میکنیم.